امروز در گوشه و کنار ما در کشورهای همسایه ما مردم اوج در ناز و نعمت و امنیت زندگی میکنه، ولی من از 30 و چند سال عمرم هنوز یاد نمیدم سال و یا ماه و یا روزی که در روزو قتل و خونریزی و جنگی نباشه. یا الله تو شاهد باش، اگر روز قیامت از ما پرسان بکنی که عمرتان به کجا مصرف کردید، ما در جواب خواهم گفتیم که در قتل، خونریزی، ویرانی، جنایت. آیا افغان ها غیر از این جوابی در پیشگاه خداوند دارید؟ اگر تو سوال بکنی که عمرتان به کجا مصرف کردید، چی کردید، غیر از که هر روز جنگ، انفجار، انتحار، وحشت، قتل، خونریزی، فساد، اگر چی دیدیم دیگه ما از این عمر؟ اگر اینا چی تقصیر دارن؟ این زنان چی گناه کردن؟ ای محمد سر تو بردار از زمین، بی کسی حال امت را ببین. پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب، رفتی و اوضاع امت شد خراب. کاروان امتت بی رهبر است، ای محمد پیکر ما بی سر است. چه وضعیتی است؟